سرخط مهمترین خبرها: تأخیر یا بیکار شدن پروازها در خط سیر مسکو دوشنبه. کمیته سرمایه‌گذاری بیناهای دو بانک مفلس شده را به سودا گذاشته است و میلیون ها سامانه جریمه به بودجه تاجیکستان وارد شده است. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. مولا رجب یوسفی هستم در خدمت شما. امروز 8 می سال 2025 است. در پی حمله پهپادی اوکراین به شهر مسکو و قطع کار سه فرودگاه اساسی پایتخت روسیه، پروازها در مسیر مسکو دوشنبه به تأخیر افتاده است. به معلومات آنلاین تابلو فرودگاه دوشنبه بعد از ظهر 7 می و تا ساعت 10 روز 8 می از مسکو به دوشنبه یگان پرواز انجام نشده است. بعضی پروازها بیکار شده، بعضی دیگر به تأخیر گذاشته شدند. شبانه روز در خط سیر مسکو دوشنبه تا 7 پرواز انجام میشد و یکی از مسیرهای اساسی روا میان تاجیکستان و روسیه به حساب می رود. همین طور پروازها از سنت پترزبورگ به دوشنبه هم به مشکل روبرو شده است. صدها مهاجران تاجیک یک روز است که در فرودگاه دوشنبه و فرودگاه ژوکوفسکی و دمادیوی مسکو در ماندند. هنوز معلوم نیست که وضعیت کی اصلاح می شود. کار فرودگاه اساسی شهر مسکو در پی حمله گسترده پهپادی اوکراین روز 7 می به مشکل روبرو شد. سرگئی سابیانین شهردار مسکو از پرتاب 20 درون به سوی پایتخت روسیه خبر داد. وزارت دفاع روسیه میگوید 500 بی‌سرنشین را سرنگون کرده است. مستقلانه تصدیق کردن این معلومات فعلا غیر امکان است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین 7 می از حمله های روسیه به کشورش یاد کرده گفت عادلانه است که آسمان روسیه نیز تمام روز ناآرام بود. کار فرودگاه های مسکو در شب و روز به مشکل دچار شده است که روسیه بعد تجلیل 80 سالگی غلبه بر فاشیسم آماده می شود. رهبران چین، صربستان و ونزوئلا به مسکو آمدند. هواپیمای سی جین پین رهبر چین شام 7 می به فرودگاه ونوکووا نشست. این فرودگاه در پی حمله پهپادها چند مدت کارش را قطع کرده بود. الکساندر ووچیچ پرزیدنت صربستان با تأخیر به مسکو رسید. رسانه ها گزارش دادند که از سبب بسته شدن فضای مسکو، هواپیمای حامل ووچیچ مجبور شد که در فرودگاه باکوی آذربایجان نشست اضطراری انجام دهد. سفر رهبری صربستان ناراضگی بعضی کشورهای اتحادیه اروپا را به میان آورده است. نیکولاس مادورو پرزیدنت ونزوئلا هم به مسکو رسید و با همتای روسش ولادیمیر پوتین در کرمل دیدار داشت. رهبران دو کشور شرطنامه درباره همکاری استراتژیکی امضا کردند. پرزیدنت های برزیل و کوبا هم برای شرکت در گذشت نظامی و مناسبت روز غلبه بر روسیه آمدند. یوری اوشاکوف یاردمچی پرزیدنت روسیه گفت رهبران آذربایجان و لاوس به مسکو نمی آیند. سببش شرح داده نشده است. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال تاجیکستان بینای فیلال‌های اگرینوست بانک و تاجیک صادرات بانک دو بانک مفلس شده را به سودا گذاشته است. طبق اطلاع این نهاد مزایده برای خریدن این بیناها روزهای 16 و 21 می برگزار می شود. طبق اطلاع دریافت کرده رادیوی آزادی، اداره‌های تاجیک صادرات بانک در ناحیه‌های مؤمن آباد، اشت و شهر ترسونزاده به فروش گذاشته شدند. نرخ اولیه این بیناها از 2 تا 4 میلیون سومانی تعیین شده است. بیناهای اگرینوست بانک در ناحیه‌های 5.8 و در قبادیان باشد 3.7 میلیون سومان نرخ گذاری شدند. از روی ترتیب مزایده بیناها به کسی فروخته می‌شوند که نرخ بلندتر پیشنهاد کند. نمایندگان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری نگفتند که چند کس برای خریدن بیناهای دو بانک مفلس شده داوطلب شدند. بعد سال 2017 4 بانک کلان کشور، تاشپرام بانک، فانان بانک، تاجیک صادرات بانک و اگرینوست بانک مفلس شدند. از این میان تنها فانان بانک امانت میزاجانش را پرداخت و مشتریان 3 بانک دیگر تا حال نمیتوانند پولهای خود را از بانک‌ها پر بازپس بگیرند. نمایندگان بانک ملی تاجیکستان بارها وعده دادند که از حساب فروش اموال بانک‌های مفلس شده مبلغ مردم بازپس داده می شود. مشتریان تا حال نگران امانت‌های گذاشته اشان هستند. بودجه تاجیکستان در 3 ماه اول سال روان از حساب جریمه‌ها 10 میلیون سومانی دریافت کرده است. بر اساس یک سند وزارت مالیه که رادیوی آزادی شناس شد، در ماه‌های ینور مارس امسال از حساب جریمه‌ها به بودجه کشور 129.5 میلیون سومانی یا 12.5 میلیون دلار وارد شده است. این مبلغ از پیش‌بینی مقامات 27 میلیون سومانی بیشتر بوده است. معلوم نیست که در 3 ماه اول امسال ساکنان بیشتر برای کدام قانون شکنی جریمه شدند. اهالی به خصوص رانندگان بارها از جریمه‌های زیاد و هنگفت شکایت کردند. در ناحیه واسع مقامات از صاحبکاران که به ساختن خانه مشغولند طلب کردند که در آشیانه اول بنا یگان کارگاه خرد سازند. مقامات این تدبیر را برای فراهم ساختن جای کاری مهم می‌دانند، اما صاحبکاران میگویند که همه چیز را طلبات بازار معین می‌کند. محمود جان رحمتزاده با تفصیلات بیشتر. که دو دوم می‌سازد
البته یا مؤسسه تو مکتبی اودا در کار دو دوم مایل یا دوم ساختن ده مایل نه که دو دوم ده هر صاحبکاری که در ناحیه واسع ساختمان بینای بلند آشیانه را آغاز میکند باید این طلبات مقامات محلی را به اینابت گیرد. رئیس ناحیه تاکید میکند که هنگام طرحریزی نقشه ساختمان صاحبکاران باید نه تنها مغازه بلکه امکان تأسیس جایهای نوی کاری را نیز در نظر گیرند. در یک دوم 50 خانه میکنه ما صحبت کردیم 50 تا اویله را جا میکنی خلان همه جا 50 تا جای کاری باید داشته باشه. همه فقط یا مرکز خدمت رسانی می نویسند مغازه میکنند دیگه یگان چیز نیست. ما میتونیم که یا ایتاج دیگه یا کارخانه خودی قانونی کنیم ما میتونیم که خیمچیسکا کنیم نداریم مثال همین چیزا را همیورا ما پیشنهاد کردیم. ناحیه واسع که در منطقه کلاب جایگیر است از کلانترین ناحیه‌های جمهوری به حساب می رود. در زمان شوروی در اینجا خانه‌های بلند آشیانه زیاده از دو طبقه نبودند، اما حالا شماره صاحبکاران که می‌خواهند بیناهای بسیار آشیانه سازند رو به افزایش است. رئیس ناحیه میگوید اگر هر صاحبکار با این نقشه کار کند صدها جای نوی کاری تأسیس می‌یابد. من مثال رفتم کار کردم مونده شدم فرزند میرود دو ساعت ایم دو دیگه پول نمیته ای توگرک مرکزی ناحیه بیا پول نمیته ای کدوچی مثال من پول نداده جای کاریش تامین میکنه. ما همین طلبات را نسبت همون کردیم. با این همه صاحبکاران میگویند آنها طبق طلبات بازار کار میکنند. با گفته آنها هر جا که درآمد بیشتر است همان را انتخاب میکنند. دمی که دوام میسازند یک میتاش مجازی میکنند و این دمیتان طلباتش و فایدهش بسیارتر است. تا امروز رئیس ناحیه واسع 20 قرار درباره ساختمان بیناهای بلند آشیانه صادر کرده است. از این شماره در 8 مورد آنها ساختمان آغاز یافته است. طبق نقشه این بیناها باید بعدی به استفاده دادن 10 جای کاری فراهم آورد، ولی معلوم نیست آیا این پیشنهادها در عمل تطبیق می شوند یا نه. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 8 می را فرا می‌گیرد. 8 می روز بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر است که به افتخار زاد روز انری جونان یک بشردوست شویسری و برنده اولین جایزه صلح نوبل در تاریخ 8 می سال 1828 گذاشته شده است. جونان اول شده فکر ایجاد جمعیت کمک رسان‌ها به مجروحان جنگ و زدوخوردهای مسلحانه را بر پایه معیار و قانون‌های بشری بین‌المللی پیشنهاد کرد. سال 1864 با تشبث حکومت شویساریا اولین اعلامیه ژنو قبول گردید که به حقوق بشری بین المللی امروزه اساس بخشید. 8 می سال 2004 در نزد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شعبه مبارزه با ریکت، آدمربایی و خرید و فروش انسان تشکیل شد و این زمانی بود که به اطلاع سازمان جهانی مهاجرت ده‌ها دختری تاجیکستانی قربانی بازار فحشا در کشورهای خارجی بودند. تأسیس اداره مخصوص مبارزه با چنین جنایت‌ها راه‌های قانونی پلیس تاجیک را برای مقابله با گروه‌های متشکل در داخل و هم خارج تاجیکستان هموار کرد. ماه می سال 2014 کتاب تاجیکستان و خطای تشکل سرحدهای دولتی معرفی گردید. یکی از مؤلفانش سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراه خان ظریفی است. در آن شرح رسمی مقامات را به تعیین خط سرحد دولتی میان تاجیکستان و چین بیان کردند. ظریفی در این کتاب از حل مشکلات مرزی چندین نسل با چین در سال 2011 چون تصمیم سازنده و مطابق با منفعت‌های ملی حمایت کرده است، ولی قرار مقامات تاجیک به دادن یک قسم زمین تاجیکستان به چین را منتقدان دولت خلاف قانون اساسی و هم منفعت‌های ملی مینامند. شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 127 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1030 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 8 می چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر برای همراهیتان تا آخر برنامه. خدا نگهدارتان.